سلام برابر، چه خبر؟ ما دوباره اومدیم با یه ویدیو دیگه. پارت دوم رونمایی کشیم. الان پارت دومش از اون پارت اولش چند وقته که میگذره و ما دوباره اومدیم باغ و جای همیشگیمون نشستیم و میخوایم دوباره براتون این دفعه از کارتای بیسیک شروع کنیم. داشتم پارت قبلی اگه یادتون باشه من اول شروع کردم، پس این دفعه تو شروع کن. ببینیم که مربی اوورال 86 تیم پرتغال، درست میگم؟ نه از تیم منچستر یونایتد. من بچه بعضی اسمشو نمیدونم، حتما اینو تو کامنت برامون بنویسید. ما بعضی از کلا مربی‌ها رو نمیشناسیم واقعا و مربی تیم کجاست؟ آسمینال اوورال 87 از ایتالیا، کشور ایتالیا. این هم داخل کامنت ها بهمون بگین. بله. خب کارت 2024 پدری اوورال 98 از تیم بارسلونا. بله. و بازم مربی داریم از تیم یوونتوس کشور ایتالیا اوورال 84. بله. کارت 2024 اوورال 95 از کشور فرانسه که اسم تیمشو نمیدونم و اسمشو حتما توی کامنت بنویسید. و کارت 88 محمد صلاح از کشور مصر، تیم نمیدونی؟ تیم لیورپول. خب کارت 2024 اوورال 96 برزیل بارسا، اسمش چیه؟ آلیسون دیماریا. حالا الویس. کارت 92 بیسیک کیلیان امباپه از پاریس سن ژرمن کشور فرانسه. کارت 2024 مهدی طارمی اوورال 82 و تیمشو نمیدونم ولی الان میدونم تو تیم اینتره، تیم دیگه ایران هم هست. بله. ولی تو تیم خارج بازی میکنه. بله میدونم. ببخشید بچه ها. کارت 2024 اوورال 94 تیم آسمینال و اسمشون نمیدونم، داخل کامنت ها لطفا به هم بگین. ممنون میشم. براتون جالب اسمشون رو نمیدونیم واقعیت. خب کارت 2024 اوورال 96 از کشور اسپانیا اینستا و بله. و کارت 96 تیم رئال مادرید تونی کروس و اوورالش هم که گفتیم 96 و از کشور آلمان، درست میگم؟ که سلطان پاس هم هست. مربی اوورال 85. اینجا خیلی پش است. ببخشید نگه بگانید اینجا آشغال هست، نه پش است. اوورال 85 از کشور فرانسه که باز نشونتون دادیم. 95 شو حتما اسمش تو کامنت بنویسید. و کارت بازم مربی 98 اوورالش 98 2024 اسمشو بازم نمیدونیم، لطفا تو کامنت ها اینا رو بهمون بگیم. واقعا اینا اسمای عجیبیه. کارت بیسیک اوورال 90 از بارسلونا لواندوفسکی و کارت نیمار جونیور 2025 وینیسیوس. ببخشید بچه عذرخواهی میکنم، من اینا رو قاطی میکنم. وینیسیوس از کشور برزیل در رئال مادرید و اوورال 92. مربی 99 که از فیفا درست، فیفا که اسمشو نمیدونیم، فرانسه نیست،
فرانسه ایتالیا ایتالیا ببخشید که اسمشو نمیدونه حتما توی کامنت ها بنویس. اوورال 99 و کاناواره از کشور ایتالیا در